در آستانه نابودی بشریت، پادشاه زامبی‌ها به آخرین خط دفاعی انسان‌ها حمله ور شده و با هر ضربه‌اش امید انسان‌ها را در هم می‌شکند. میلیون‌ها زامبی بیرون زندان منتظرند تا پناهگاه نهایی انسان‌ها را بخواد و خون بکشند. در حالی که دروازه زندان در حال فروپاشی است، یکی از بازماندگان با تپانچه‌ای که تنها 3 گلوله دارد به مقابله می‌پردازد. با نداشتن نقطه ضعف مشخص برای دشمن، آنها سعی می‌کنند با استفاده از تنها وسیله فرارشان برای مدتی جلوی هجوم زامبی‌ها را بگیرند. اما با سقوط دروازه، سیل زامبی‌ها به پشت بام هجوم می‌آورند. آلیس که بارها با چنین صحنه‌هایی روبرو شده، مسلسل به دست می‌گیرد و همچون جنگجویی شکست ناپذیر به مقابله می‌پردازد. زامبی ها حتی نمیتوانند به او نزدیک شوند، اما همراهانش انسان‌های عادی‌اند و بدون مهمات چاره‌ای ندارند. آلیس تصمیم می‌گیرد با استفاده از آسانسور باری پوششی برای فرار آنها فراهم کند، اما درست در لحظه‌ای حیاتی معلوم می‌شود آسانسور برقی ندارد. اوضاع به شدت بحرانی می‌شود. از سرنوشت بازماندگان در آستانه نابودی قرار می‌گیرد.